یک خواننده مکتب در ناحیه سینای پایتخت با اتهام تحقیر آموزگار بازداشت شده است. علیشیر خیراللهیف 17 ساله اینچنین برای با کارت زخمی نمودن همسبقش محمد سلیخوف متهم است. یک منبع در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت هر دو این حادثه در یک وقت رخ داده است. سلیخوف برای حمایت از آموزگار مورد حمله قرار گرفته است. با گفته همصحبت ما علیشیر خیراللهیف در حضور خوانندگان معلم مکتب را دشنام داده است. وقتی محمد سلیخوف به حمایت از معلم برمیخیزد میان دو همدرس مناقشه سر میزند. یک مسئول مکتب رقم 93 ناحیه سینای شهر دوشنبه که علیشیر در آنجا تحصیل دارد روز 19 اکتبر گفت که حادثه بعد درس رخ داده است. او گفت علیشیر پیشتر در مکتب 81 پایتخت میخواند. با مکتب مدیر معارف با سبب عوض شدن محل زیستش به مکتب آنها آمده است. بازداشت این خواننده مکتب با جرم تحقیر معلم مکتب و کار زدن یک همسالش در حالی است که این شب و روز در شبکه‌های اجتماعی نوار زن و زنی یک معلم دیگر با خواننده به چرخش در آمده است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برای شناسایی افرادی که در این نوار حضور دارند تفتیش آغاز شده است. در نواری که یک هفته اخیر در شبکه فیسبوک ادنا کلاسنیک و اینستاگرام چرخ میزند در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتب بچه با مشت به معلم حمله میکند. افزایش زناشویی میان مکتب بچگان و در پی تحقیر و بی احترامی استادان نگرانی بزرگسالان در جامعه را به بار آورده است. بنا به اطلاع رسمی در 9 ماه گذشته تقریبا 3000 خواننده مکتب کردارهای ضد جمعیتی کردند. بیشتر این خواننده ها برای اشتراک در زناشویی از جمله زناشویی گروهی که باعث به مرگ شده است عیب دارند. مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب بچگانی آسیب پذیر که دیگران را به جنجال میکشند رویخط کرده است و در تمام مکتب های شهر رقم های تلفنی ناظران محلی ثبت شده است تا هنگام چنین حادثه ها فوری آنها را آگاه کنند.